سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوام یه آموزش خیلی ساده و سریع بهتون بدم. اونایی که تو یوتیوب دارید کار میکنید، بعد چجوری بتونید از محتواتون حفاظت کنید. احتمالا پیش اومده حالا برای دوستان که یکی بی اجازه اومده ویدیو رو برداشته و تو کانال خودش منتشر کرده. خب برای حذف اون ویدیو باید چه کاری انجام بدید؟ بعد اینجا الان وارد یوتیوب استودیوتون میشید اول. بعد از این بخش اینجا رو میزنید. بعد اینجا اگر چیزی جدید باشه بهتون نمایش میده. بعد توی آرشیو که هیچی کاری نداره، اینجا تو این بخش اینجا ویدیوها رو بهتون نمایش میده و درصد کپیش هم میزنه. خب الان مثلا 3 تا ویدیو هست، 100% کپی شده. بعد اینجا میتونید نگاه کنید. بعد حالا اینجا درخواستایی که دادید رو میتونید نگاه کنید. ببینید الان من 5 تا حالا درخواست دادم برای حذف که 4 تاش انجام شده، یکیش هم همین الان دادم که حالا اینا فعلا در حال بررسی. این دوتا کاملا حذف شده. بعد اینا رو من خودم گفتم درجا حذف کنه، ولی به اینا مهلت 7 روزه دادم. 2 تا گزینه داره حالا برای حذف. یه مهلت 7 روزه بدید به طرف که ویدیو رو برداره. اگه ور نداشت خود یوتیوب پاک میکنه. بعد اینایی که درجا درخواست میدید برای حذف، طرف حتی اخطارم میگیره کانالش. یعنی حالا میتونید قبل از اینا به طرف ایمیل هم بزنید. مثلا به طرف ایمیل بزنید، گزینه داره که آقا مثلا این ویدیو رو بردار. ور نداشت میتونید بخشتون اقدام کنید. یعنی چند تا روش داره. حالا مثلا ما اینجا یه ویدیو رو انتخاب میکنیم. بعد اینجا من میخوام مثلا درخواست بدم. ببینید اینجا خب مشخصات ویدیو رو زده، مثلا از چه تایمی تا چه تایمیش کپی شده. این ورزشه کامل ویدیو رو کپی کرده، از ثانیه 0 تا 16 دقیقه و 47. بعد ویدیو اصلی هم همین تایمه، دقیقا ورزشه 100% کپیش کرده. من این بخش رو فارسی کردم که حالا بتونم بهتون راحت‌تر توضیح بدم. حالا ببینید اینجا که حالا محتوا رو دیدید کاری نداره. توی این بخش قسمت 2 اینجا بعد بگید آقا ویدیو مال خودمه یا مثلا مال شرکت جایی بود. خب اینجا میتونید انتخاب کنید که با چه طرفی مربوطه. بعد اینجا اسم کانالتون رو میزنید، هرچی که نام کانالتونه. بعد اینجا یه تلفن بعد بزنید با کد کشور. حالا ایرانید که میشه مثبت 98. شماره ایران هم اوکی، مشکلی نداره. بعد این قسمت یه ایمیل میدید. حالا میتونید یه ایمیل دیگه بدید. بعد اینجا مثلا بگید من سازنده بودم. اینجا میتونید خودتون بنویسید، حتما هم باید بنویسید. مثلا بزنید اونر، مالک ویدیو مثلا من بودم. بعد اینجا و کشور رو انتخاب کنید. ایران هم داره. آدرس همه رو میتونید همین ایران هم وارد کنید، حتی استانو. بعد کد پستی هم میتونید بزنید که بعد همه رو حتما بزنید، الزامیه همش. بعد اینجا 3 تا گزینه داریم میبینید که حالا همون توضیحی که بهتون دادم. اینجا میگه اگه 7 روز خود یوتیوب به طرف مهلت میده که ویدیو رو برداره. اگه ور نداشت خود ویدیو پاک میشه بعد از 7 روز. بعد اینا یکی دیگهشه که درجا یوتیوب ویدیو رو حذف میکنه و حتی به طرف اخطارم میده به کانالش. خب اینجا میتونید انتخاب کنید. بعد اینجا اینا رو باید بزنید که میگه آقا مطمئنید مالکش خودتونید، چون اگه دروغ بگید برمیگرده به کانال خودتون اخطار میده. خب اینطوری نیست که مثلا همینطوری بخواید درخواست بدید. باید مطمئن باشی که 100% مثلا اون کار مال خودتون بوده، طرف کپی کرده. بعد این 3 تا تیک رو میزنید. اینجا هم دوباره همون اسمی که بالا دادید و اینجا میزنید و درخواست رو ارسال میکنید. زیاد کار سختی نداره. بعد به همین راحتی میتونید درخواست حذف ویدیو رو بدید. بعد 2 تا کانال یوتیوب داریم. یکیش همین کانالی که دارید میبینید با 2629 تا ساب. بعد اگه دوست داشتید لینکش رو میذارم زیر ویدیو، ساب کنید، حمایت کنید. و یه کانال دیگه هم داریم که برای گیمه که لینک اینم زیر همین ویدیو میذارم. بعد این هم دوست داشتید میتونید حمایت کنید. و این کانال چون جدیدتره 85 تا دونه ساب داره. بعد بیشتر ویدیوهای استریم و گیم های بازی داخلش. بعد اون یکی کانال ها ویدیوهای سفر و ماشینه. بعد اینم از این. هر سوالی بود بپرسید، جواب میدم. و ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید.